سلام. در مورد بنی اسرائیل میخوام یکم صحبت کنم و اون اینه که بنی اسرائیل یعنی فرزندان خدا. فرزندان کدوم خدا؟ فرزندان الله. ایل به معنای الله بوده. اما بنی اسرائیل چیا بودن؟ فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام بودن که اینا 12 تا فرزند داشتن حضرت، و هر کدوم از این فرزندان یه طایفه شدن و 12 طایفه شد بنی اسرائیل، که گروهشون مسلمان شدن، گروهشون مسیحی شدن و گروه یهودی شدن. و یهودی از اون نسلی هم که به هر حال حضرت یوسف رو تو چاه انداختن و چقدر حضرت موسی رو اذیت کردن و حضرت عیسی مسیح رو به صلیب کشوندن و هر کسی که پیرو به حضرت مسیح شد داخل گودال‌های آتش انداختن و هولوکاستی رو اونجا شکل دادن و لذت بردن. پس یهودی‌ها